عزيزان، مش مموتشن بلوچ، بلوچ فرهنگا، بلوچ مراها، بلوچ عزتها. در مجموع ماشون بلوچی فهمی که تردید یک بلوچی کجا چیز خوبند کجا چیز بدند. بل بلوچی منو تو باید من فکر بکنم که چون بوده منو تر گجر گو منو تو چکاری کو که شم مشمه بلوچی و شم مشمه مسلمانی هیچ چیز باشد. من وقتی ننده باید فکر کنم که مردمانی که با ای وجود بدشئی جنایت خاصا بدشئی جنایت سالهای سال این مردمان تا بیداری یهده و متوجه بودن که این رژیم فاسد ترین جنایتکار ترین خبیث ترین و رسواترین رژیم در کل دنیا. بل انقدر بازی نه شمه مولایا شمه دیگه مردم سردارا شمه نخبگان شمه مچ رابطه تعریفش بود شبرکات مقدس جمهوریش گوشت جمهوری اسلامی چه خامنه‌ایش تعریف بود. یعنی ما هنو دارم گفت فکر کنم که این مردم چین که حماقتش بوده این مردمان یا این مردمان چین که رزل مردم بوده یا احمق بوده که یا رزل بوده که وتی ملت ها وتی ملت دین ایمان دنیایش بها کرده بخاطر چی؟ بخاطرش جنده لابش سیر بود بخاطرش که ماشین سر سوار بود بخاطرش که دولت شان کار مداریش ترس جان. یعنی دو چیز ها که باعث بی در مقابل ای حکومت ستمگر و فاسد مردم سر جهل کن. یهش که واقعا شی احمقی شی هیچ چیز نفهمی شی گو مچی کو تو فکری که یک مردمی تو زندگیت خوبه نانت خوبه بهترین چیزت خوبه بله آیا تو ای جامعه تا زندگی نکنه مگر تو توانه وقتی یک هفته جدا بافته شی مردمان بزنه که زهگا ای جامعه تا زندگی نکنه باند شمی گوهمی جامعه مردمان تو وصلت نکنه سنگمندی نکنه. چه چیز باعث بوده که تو فقط وطن سهل کنه؟ چه چیز باعث بوده که تو به وطن پشت بکنه به ملت پشت بکنه؟ چه چیز باعث بوده که مروشی من و تو به عزت جنینان بلوچ به تفاوت بوده؟ یک اجرگو من تو چکو چه بلاهی به سر من تیاو که مروچی من و تو چو ذلیل و پست و خوار بوده چو چم جهل و سر جهل و چم کٹ بوده پا یکی دیگری هم هنچو تنگ بوده که ما که یک بلوچی کمتره خبری من بله گجر چی کنگیم ما کشتار جنایت علیه بشریت اگر بغیر شئی جنایت بغیر شه بلوچستان هر جای دیگه دنیا بودیم کل امریکا و اروپا و کل گجران مچانش هنچین چیب کردن که جنایت صورت گرفت دروچ میں خبرانش پوشش ہماری دنیا هیچ کسی نہیں بغیر وطن و ایک خدای. عزیزان من باید درد چه چیز باید درد بلوچان حال میر حسین خان ناروی پا یک جنه آدم بندی که اسیرش کو گجر لشکری کش ملک آین شبین برد نصرت آباد اتها ناس امی قاسم سلیمانی جنایتکار وقتی حملهش کو همشون مزاران چیز بود یک پیرزال جنین فقط برای بازجویی یاره مزاران کوه تها بوده یک جنی آدم پیرزال یاره یک ماس چشمش ماسان یاره برای بازجویی این مردما حمله کو سپاه پاسداران منازل مسکونیت زاهدان سوار کمپریسیش کرتشن جن زهگان بورتش بودش همه بلوش این که به غیرت نهته اون عاجزگانش داد جنی آدمانش داد شما ششان نگهبانی بودشن. امیر عبدالمالک ریگی خبر بود که یک جنی آدمش بخاطر آیی مردما یک کماش جنین برده گشت برای بازجویی فوراً اطلاعات تهران زنید که جنین مشمه خط قرمزند اگر شما من جنینان بلوچ دست بجنی ما پشما در جنین گجر نهیلن پشما فوراً اطلاعات آزاد کجا بوده آم مزاران کجا بوده آم شیران